اوه، اینقدر صبح خوشرو، اینقدر صبح زیبا، این طبیعت خوشرو را ببین، بسیار خوشرو. یک هوای خانه را تازه کنه. نوروز است کو. از آبی تازه باران بهاری کوزم را پوری آب کردم. میگویند که اگر در کوزه پر آب برگ سبز علمی خیل اندازی تا نوروز و بهار دیگر زندگیت علمی خیل خوش و خورم و سرسبز میگردد. ما هم همین صبح زیبای نوروزی را با همین انعنه زیبا آغاز کردیم. سمنک رمز بهار و نوروز است. این سمنک‌های ما هم سبزه دوانده است. امیدوارم که شیره خوب میدهد. اکنون شب سمنک پزی داریم. حالی دخترها را میگم همش سرجم شوند. بیگه حق همسایه ها را دعوت کنن سمنک پزی داریم. بچه‌ها از شما بازی که مونده نشدیم اما بیایید یک لطیفه بگوییم. روز سوال خود رو شاه می‌سازد و در نزد آینه نشسته خود رو تعریف کردن میگوید شکر که من طبیعتاً زیبایم، یگان عیب ندارم و کنیزش این رو در پیش در مشاهده میکند و آهسته گشته میرود و وزیرانش روشن کنیز رو میبینند و میپرسند شو هم کجاست؟ کنیز میگوید نزد آینه دروغ گفته ایستاده است. روز رومیز جامعه را میدوزد و به بازار میبرد. از بی‌حوصلگیش جامعه را از دست رومیز دزدهای بازار میدزدند. شاهدان حال از او پرسیدند که جامعه را به چند دینار فروخته. او در جواب میگوید به همان نرخی که خریده بودم. شهاب در جای شما شوربای گرم را چی میگویند؟ گرم شوربا. اگر خنک شود چی؟ ما نمیگذاریم آن خنک شود. رومیز یک روز به خواستگاری می رود. بعد در نزد دختر خود را تعریف کنان میگوید که من بسیار مرد با غیرت هستم، تا کنون کسی را خفه کردگی نیستم و اگر کسی که از من یاری طلب کند حتما من به وی یاری میرسانم. باز میگوید که ها گفتگی بر این، من بسیار مرد با صبر هستم. دختر به رومیز نگاه کرده از بزرگی بینی او لب گزیده میگوید که من به صبرت باور دارم، چرا که 30 سال باز با همین بینی کلانت صبر کرده زندگی داری. بچه ها بیا شامات بازی رو ادامه دهیم. فکر میکنم اگر یک ساعت دیگر ما درباره رومیز نقل کنیم، از قصه هایش حرف زنیم، در جشن نوروز او را حتما نصرالدین افندی اعلام میکنم. سمنک جان و دلم بهار،
ساعت چند است؟ بازآیو بگیر کنار، ساعت چند است؟ دیر است برای دوستداری ها دیر، ای عاشق انتظار، ساعت چند است؟ بگذشت ز 24 هم ساعت ما، پس از پی 24 ساعت چند است؟ خلق از تو هنوز هم شرر می طلبد، ای دل، دل بیشرار، ساعت چند است؟ یک فرصت تو فراخ باشد ای عشق، آنی همه بیشمار، ساعت چند است؟ ای ماه، ای ستاره های سمایی، قلب حساس مرا می شنوید؟ من عاشق شدم، به نفر دل دادم، کاش ما را به وصال هم رسانند. اگر لازم شود تا صبح هم انتظارش می شوم، فقط به سراغم آید. ای پریوش آرزوهایم، چرا منتظرم میگذاری؟ ای تو گذراندی کو؟ با مثل مجنون همراز ستاره ها گشتی؟ دلم سوخت بیچاره، میفهمیدم منتظرت نمیگذاشتم. نسرین، تو عشق مرا شوخی نفهم، من نیتی خالص دارم، در نیمه راحت نمیگذارم. نوروز، تو چی خیال کردی که من به یک نگاه به تو دل میبندم؟ خستی که خوابی. نسرین، ایست نرو، گپای نگفته زیادند. اگر غبار دلم رو به تو نگویم دلم میکفد. مجنون، راه سیرک را به ستاره ها گوی. ایست نسرین. نسرین؟ مثل حیولا از کجا سر زدی؟ باز همون نیرنگو سر کردی ها؟ حالا ایست. ایوا، ای بیچاره شبینه، حاضر من با تو چی بودن عشق رو نشان میدیم. این شب نیم شد، این بچه کجا شد؟ اوه، این چی سیکه و صورت های؟ این رنگ پیشه که در آب ترکدگی ای کجا پیدا شدی؟ در برو نه برف نه باران، این کی به یخ بلوه؟ ای سرما میزنه تا با همین شب گردی خونه درو لباسات ایواز که سحر گپ میزنی. بوی بهار میرسد، بوی بهاره،
بوی بهار میرسد، بوی بهاره، بوی بهار میرسد، بوی بهاره. شهاب چروا ها رو خوراک داده؟ گوه که دوشم در صبح نوروزی یک شیربینیج پزم به حق همسایه ها تقسیم کنم ثواب می شود. شما رفته دوشیدن گیرید حضور، من کمتر کاه گیرم همه چارواها رو خوراک میدهم. از پکت کجاست؟ هر صبح هیرینگاس میزد نمی نموید؟ اسپرو میگویی در سایزخانه است. حاضر دوستانم خوراک داده ایستادم. شما تستر شیربینیج را آماده کنید تا معده امان را سیر کنیم و با بزم نوروزی رویم. خیلی من حاضر گوه می دوشم، بعد شما خوراک چارواها رو دهید. میلش؟ گاوکی من، گاوکی من، گاوکی شیر دارکی من. دخترا برینجا را تازه کرده شده؟ تیزتر کنه که من به حق همسایه باید شیربینیج تقسیم کنم. کسی در روزه را تقدق داره؟ کنی من رفته بینم کی باشه؟ بیو فرزانه، السلام بیو. رحمت شما در مبارک شود نوروزی ها. دخترها برنج تازه کرده ایستادن. بیو خانه بیو. ها نسرین؟ چی علم داری؟ تبت خیره دلت پرغم میتابد. بیچاره بچه را به بارانی بهار کشتی. او دیگر خانه یک سو به همین کوچه نمیگذرد. دخترها چقدر طبیعت زیبا شده است. طبیعت خیلی زیبا است. با شنیدن چهچه بلبلکان شخص بار دیگر باور میکند که واقعا تاجیکستان وطن همیشه بهار است. شکر که ما در این وطن زندگی و کار و فعالیت میکنیم. نسرین، آب پاشیدن یکی از عنعنه‌های نوروزی است. کدورت‌ها را از بین میبرد. من هم خواستم یک عنعنه نوروزی انجام دهم. چیکار کردی؟ پس این طور است کدرت‌های تو را نیز از قلبت شستم. فرزانه رحمت که آب آوردی. برنج را از خس خشک تازه کردید؟ آفتاب یک نیزه نیست 3 نیزه قد کشید. الکی مردم صبحانه کرده شد باید به همسایه ها شیر برنج تقسیم کنیم. اپای سارا، اپای زمیره همون برنج را گرفته بیاره.
شیر ریزی. کفایه است. ها بچم آبی شب خشک شده و خودت در آینه فسان داری با ترک نمیری ماوچا جون شما اینو گیرید من یک نزد دوستانم میروم میبینم مالا شوچا جون بچه های زمانه همین سمند من 5 مرتبه غالب آمده است در هر یک بزکشی اشتراک کرده است که ناگفتنی این جانور را یک روز نبینم دلم میکفد. شهاب حالا تو دویدن اسبی مرا ندیده ای 100 کیلومتر راه رو در 20 دقیقه طی میکند الکترومبیل رو باشد آزاد میگذرد خلاص این اسبی من اسب نه این اسب جان رامیز اگر تو اسبت را دوست می‌داشتی آورده در سایزخانه من نمیموندی اگر به شما بچه ها مونیم این اسب ها بر وقت به دست قصاب میرسند بهار از پیش است حالا این جانورها در مسابقه اسب دوانی زیاد به ما خدمت میکنند سهیل کمی خوراکی جانورها رو ده اسبی که او خوراک رو کی تامین کند خیز نوروز از پای کار میشویم بچه‌ها من خیلی سراسیمه هستم زود همین اسبم رو زینو افضل کرده میروم یک کاری عاجل دارم نوروز همیشه سراسیمه حتی با سلام کردن هم وقت ندارد در این فصل بهار به فکرم عاشق شده است چو ای فیضلی دوستم ملال نشو انا در همین جشن نوروز انا همین توقی از نام من به تو تحفه بچه کی باشد اون سرسخت در شست این بولهوس زده است یکا حالی به یک گپا گفتگی پشیمان میشه
салом духтарҳо, дар ин фасли баҳор мисли гул шукуфте кӯзавадаст ба куҷо? از دستی شما خلاصی نیست. همون کوزای مرا هم نآوردید. من باید خونه آب می‌بردم. بهار ده بهار همه جفت خودشم میابد. شکرانه زیغ نشو. بلبلکانی بهاری نو چه را سر کردن. راست میگویی. بالیدن جان سر شد. نوروز رسید ای دوست. ایامی پراپر شد. نوروز رسید ای دوست. شب نیز منور شد. گل کرد و معطر شد. با روز برابر شد. نوروز رسید ای دوست. نازش همه اختر شد. رازش همه اختر شد. آزش همه آذر شد. نوروز رسید ای دوست. نوروز به نوبهار کی میبینم. گلها را به 6 قطار کی میبینم. گلها را به 6 قطار در فصل بهار. دنیا را به یک قرار کی میبینم. бар димоғам атри бӯи навбаҳорон мерасад. накҳати гул чун ҷилӯи лаълу марҷон мерасад. чеҳрахандон чун сияҳгӯш аз замин сар мекашад. нолаи булбул ба савти резаборон мерасад. дил ба тараб биёваред, бӯи баҳор омада. бода ба ҷомҳо занед, вақти хумор омада. сайри муғу ҳавои тал, накҳати хушдимоғ аст. نش از زیلاله و سمن لیل و نهار آمده. فرخنده بهار آمد، نوروز مبارک باد. خندیدن نگار آمد، نوروز مبارک باد. سرمای زمستان رفت با برف و شب هجران. عاشق بر یار آمد، نوروز مبارک باد. با رقص پرستوها با نمنم بارانش عکس بنوار آمد. نوروز مبارک باد. امروز جوان و پیر شادانه غزل خوانند. دی رفت و بهار آمد. نوروز مبارک باد. نسیم بهاری چقدر خوب به مشو میرسد. بهار مثل تو زیبا است. تشکر. همین آمینه ناومد کی ناومد؟ باز ترک محفل کرد چی؟ سودا محفل وای کایها گرم، کایها بازم طرب برسته است. پیش سبزی نارنگ رفت چی؟ خی ساز نازش هم میبرداره. مورم تو با نسرین جان تو هم ناز کن. من ناز بردارت نه غلامت میشوم.
насрин вале барои ҳамон кӯза апам зиқ-зиқ мекунад. барои чӣ додӣ агане? морухсор хоҳарам, бо хоҳару дугонаҳоят курпаву курпачаҳоро ба чашми офтоб барор, дару равзанаҳоро ҳам покиза кунем. хуб шудааст, ҳама ҷоро тамиз мекунем. Бартем духтарҳо. های های گلکم جان بلبلکم جانان شما یار یار جانان شما یار یار های های گلکم جان بلبلکم جانان شما یار یار جانان شما یار یار. نیاگانی ما در این دوره انعنه‌ای را به جا می‌آورند که در کوهستان با نام ده نوروز معروف می‌باشد. درست، بیبی‌ام میگفتند که در ده نوروز مردم تمام جهاز خانه را بیرون می‌برآوردند و خانه را سفید می‌کردند. سر کرده از قالین و پلاس و کورپاها تمام جهاز را می‌برآوردند و می‌شستند و می‌تکاندند. рамзӣ است که در این دوره بانوان خاندان در و تیره‌های خانه را گشوده می‌ماندند تا به خانه هرچی بیشتر نورهای تیره‌رنگ و آفتاب وارد گردد و خانه آنها دوام سال پر از شادی و نشاط باشد. ها نسرین، چند روز است که از توی خوشبختی حرف میزنیم. منظورت مشخص است، حاجتی بیان نیست. این ظرفا را نیز به جایشان بگذارم. طبق انعنه نوروزی باید ظرف‌های شکسته و فرسوده را برده به بیرون پرت کنیم. بیچاره رنگ کینو. این چی گفت؟ پشت دیوارها میگشت کم نبود باز به خانه راه یافت. کنی در کجا؟ خودش نه، خیریت عکسش شرمنده. هی وای من نکن، یک صورت بوده است. هیچ گم نه، شطور سفید رو که ندیدی؟ او ندیده باشد هم، من دیدم. دویدنی گوساله تا کهدان، ملخت اخیر به دست افتی. گفتند که ظرفای کهنه و فرسوده را در جشن نوروز برده به بیرون میپرتافتند. مهرخسار همین عکس را با ظرفهای شکسته برده به دور پرتافت.
خالاجان؟ خوب هستین؟ شما ناز خاله جان همه خوب. مانده های کار. اینقدر جواهرات های زیبا. نوروز چیکار میکنی جواهرات رو؟ حالا تو ایست من یک بینم. انامین چند پول باشد این؟ بسیار زیبا. نرخش بسیار گران است. خالاجان این دوستی من بسیار عاشق سخت شده است. برای معشوقش همه کارو میکند. همین طوره نوروز. از خودت بخبر. نرخش مهم نیست. گیرید خاله جانان همین رو گیرید. من میگیرم. تشکر زیاد خالاجان نباشد من نیز میگیرم. همین رو برای دل دادم میگیرم. بهترین نوروز میرویم؟ خرسند میشوم. بله. به نهایت توفای زیبا. رحمت خالاجان سلامت باشید. رحمت. نوروز. فکر میکنم به نهایت هدیه زیبا گرفتیم. зарина гузаштагони мо боз як анъанаи дигарро иҷро мекарданд. онҳо дегу табақи мисини хонаро бо рекҳои обшустаи соҳил соиш медоданд то онҳо ба мисли тилоҷилонок ва зебо шаванд. зарфҳои кӯҳнаю фарсударо мепартофтанд то ҳама ноумедиҳои соли гузаштаро аз манзилашон берун кунанд. نه همین خیلی پسرم مردم ما از قدیم رسم و آیین‌های نوروزی را تا به امروز آورده رساندند. شاهان ساسانی صبح نوروزی باز سفید را به هوا سر می‌دادند. با نوشیدن شیر سفید صبح را آغاز می‌کردند. رنگ سفید یکی از مهمترین رنگ‌های رمزناک جشن نوروزی به حساب می‌رود. موی سفید سالخورده مرد دهقان بر زمین برای فراوان حاصلی دانه امید می‌پوشد. بابای سالخورده دهقان بر شاخهای برزگاه‌هایش روغن می‌مالد و بر سر برزگاه‌ها آرد سفید می‌پوشند. روغن و آرد اینها رمز سیری و پوری و فراوان حاصلی را ifade می‌کند. مرد کهنسال مرد سالخورده
бар замин донаи умед мепошад. ана аз ҳамин рӯз рӯзи бобои деҳқон оғоз меёбад. модарам гуфт ба хонаи ҳамсоя ҳезум барномапазӣ дорем. ҳа, баҳона таёфти, шармам чизи хуб аст. Равхак. کی آورده باشد؟ نمیدونی کی آورده؟ ای قندت زن هزون بیار. انا ایره همسایه داری میگن. آفرین. با مزه است؟ آش شود. ما میخری؟ باز پشیمون نشوی خواهر؟ نه رحمت، ما خورده شدیم. این رو خب من آتش گریان کنم، همسایه ها نامبندی حاضر می آیم. میگم هزومی همسایه را بسوزیم یا از خودمون هست؟ خیلی بیا. این همسایه علاوه در گیرون شما آورده. شیر هر سحر با شبنم خوشبخت صحبت میکنم، بر بهاری تازه اظهاری محبت میکنم. با یک آدم میکنم قسمت تمام عشق را، بلکه نه با آدم آفاق قسمت میکنم. بلبل چون تو به انسانهای عصر 21 قصه های باستانی را حکایت میکنم. لطف کن بر زندگی پرفروغ من بیا، دیر هم باشد تو را ای عشق دعوت میکنم. دوستت میدارم نسرین. ای وای وای، این بیچاره عاشق در غم کی سوخته باشد؟ این کارای نوروز ای. تماشا کن آرزوها چخیل در آتش میسوزن. پاپا چیکار میکنی؟ نرس. بیچاره هوس کرده است امانت برگرداندن در کار. شرم کن، اقلا سرخ نمیشد. نرس. نکنید. نرس. انا آرزوهایش با آتش رفت. آه آتش بین، سرخی را بین. عجب کاری خوبی کردم. همسایه چی کنید از سرت ماند بچه بو هوس.
матои миллии атласу адрасро дар гузашта низ ҳамин гуна мебофтанд. Он замон ресмонҳоро бо маҳсулоти табиӣ ранг мекарданд. агар ранги зард лозим мешуд, аз гиёҳи бӯи модарон ва пӯсти пиёз истифода мебурданд. агар ранги сурх лозим мешуд, аз решаи себи биҳӣ ва пӯсти анор истифода мебурданд. риштаро аз пила ё пахта омода карда, онро дар зарфҳои калон меҷӯшониданд ва хасон ба омода кардани матоъ машғул мешуданд. зарина, моро барои касб ҳунар омӯхтан ба инҷо фиристоданд. акат фаҳмад чӣ мегӯяд? гуфтӣ ки дигар ба инҷо наояд? ҳо гуфтам. аввалин охирин омаданаш. ман ҳам омадам ки ҳунар аз худ кунам. аз бофтани матоъҳои атласу адрас огоҳ шавам. чанд вақт мешавад муносибатҳои махфиёнаатонро? боз худатро дугона мегирӣ? ман ҳам зуд ҳамин атласамро бохта шавам, ҳатман барои ҷашни наврӯзӣ барои худам як пухта меписам. барои тӯи дугонаам тайёрӣ мебинам гӯй? кадом дугонаам тӯй доштааст ки ман бехабар мондам? насрин бо наврӯз тӯй дорад, хушбахт шаванд. ба мақсадаш расид. фақат мегуфт ки дар фасли баҳорон тӯй кунам. эй кош ин фариштаи хушбахтӣ ба болои сари мо ҳам мегузашт. شمارش